روزی 7 ساعت میخوابی، همه چیزم درست انجام میدی. سر وقتم میری تو رخت خوابا، شبا قهوه هم نمیخوری. حتی قبل از نیمه شبم چشاتو میبندی. ولی خب بازم خسته و بیخواب از خواب بیدار میشی. همیشه هم دنبال یه شات اسپرسو دبل میگردی. حس بدیه نه؟ حالا جای عجیبش اینجاست که یکی توی ژاپن همین 7 ساعت رو میخوابن، ولی سر حال پر انرژی بلند میشه. میدونی رازشون چیه؟ از ژنتیکشونه یا دوشک جادویی دارن؟ یا شاید هم روش خوابیدن ما اشتباهه. حالا بریم 3 تا از روش‌های ژاپنی‌ها رو بررسی کنیم. بیایید قدم به قدم شروع کنیم. میتونید از امشب این کارا رو کنید. قدم اول، اتاق خوابتون رو خنک کنید. تغییر دما همه چیز رو عوض میکنه. یه مطالعه بزرگ روی بیش از 2000 خونه ژاپنی نشون داده که میانگین دمای اتاقشون موقع خواب حدود 13 درجه سانتیگراد هستش. اینو مقایسه کنید با میانگین دمای خونه ما ایرانی‌ها که بین 20 تا 25 درجه است. اینو امتحان کنید. اگه تو هر آب و هوایی هستین، دما رو 3 تا 5 درجه کم کنید. قدم دوم، حمایت نه نرمی. ما عاشق تختای نرم هستیم، ولی خب واقعیت اینه که ستون فقرات ما راحتی نمیخواد، حمایت میخواد. توی ژاپن مردم روی تشک‌های صفر میخوابن. این کار شاید سخت به نظر بیاد، ولی این کار کمک میکنه که ستون فقراتتون تو وضعیت درستی قرار بگیره و فشار کاهش پیدا کنه. این دو کار باعث میشه که خواب عمیق‌تر و بدون وقفه‌تری داشته باشیم. قدم سوم، حمام گرم به علاوه یه اتاق سرد مساوی یه خواب راحت و جادویی. یه حموم 40 درجه قبل از خواب. حالا فکر میکنی حموم آب داغ قبل از خواب ما رو گرمتر میکنه. در واقع بدن شما رو گول میزنه که بعدش به سرعت خنک بشه. این مثل اینه که دکمه حالت خواب رو برای بدنت فشار بدی. حالا نوبت شماه. 1 تا 2 ساعت قبل از خواب یه حموم آب گرم بگیرید. پایین اومدن دمای بدن بعد از اون یه بستر عالی برای خواب عمیق رو فراهم میکنه.